همیشه یه عده هستن که فکر میکنن باهوش بودن، یعنی همیشه جدی، منظم و دقیق بودن. ولی واقعیت اینه که مغزهای خلاق معمولاً یکم آشفتن و پر از عادتهای به ظاهر احمقانه. آماده‌ای با 6 تا از این رفتارهای عجیب که یه جورایی چاشنی نبوغ دارن آشنا بشی؟ 1. خط کردن موقع گوش دادن. سر کلاس چه جلسه‌ای هستی که همه جدی و دست به سینه نشستن و گوش میدن، اما تو خودکرت یه زندگی مستقل برای خودش داره. واسه خودش میچرخه و گل و مربع و آدم‌های فضایی عجیب و غریب میکشه. حتی بابراس خدا بیامرز هم نمیتونست اینطوری نقاشی کنه. از بیرون ممکنه بهت بگن حواس پرت، اما تو فقط لبخند بزن، چون اونا اصلا نمیدونن که تو داری دقیق تر از همشون گوش میدی. وقتی دستت درگیره، بخش حرکتی مغزت فعاله و جلوی پرسه زدن فکراتو میگیره. چون فعال موندن ناحیه حرکتی مغز باعث افزایش حافظه شنیداری میشه. یعنی در ظاهر داری خط میکشی، ولی در واقع داری بهتر گوش میدی. 2. با خودت حرف میزنی. تو راه آشپزخونه با خودت بحث میکنی که قهوه بخورم یا دمنوش. اگه وسط این گفتگو یکی از اعضای خانواده پرسید با کی داری حرف میزنی، آرامش خودتو حفظ کن و بگو با عقل سلیمم جلسه دارم. باور کن این حرف زدن با خودت نه دیوونگیه نه حواس پرتی. در واقع یه تمرین ذهنیه واسه نظم دادن به افکارت. وقتی با خودت بلند حرف میزنی، مغزت داره افکارت رو طبقه بندی میکنه. تصمیم گیری برات آسان تر میشه و تمرکزت بالا میره. روانشناسا بهش میگن گفتگوی بیرونی، چیزی که لوب پیشانی مغزت رو فعال میکنه. همون بخشی که مسئول منطق و برنامه‌ریزیه. بیا با هم رو راست باشیم. تو بیشتر با صدایی توی سرت معاشرت داری یا با آدمای اطرافت؟ 3. حل معما برای تفریح. نصف شبا که همه خوابن، تو نشستی داری آمیرزا بازی میکنی یا با جدول سودوکو کلنجار میری؟ آره، اینم یکی از نشونه هاست. مغزای باهوش از سختی خوششون میاد، چون بعد از حل یه مسئله دوپامین آزاد میکنن. یعنی به خودشون پاداش میدن. و جالبه بدونی هر بار که معما حل میکنی، اتصالات جدید عصبی توی مغزت ساخته میشه. تو فقط دنبال جواب نیستی، دنبال اون لحظه آها فهمیدمی. این همون حسیه که مغزای معمولی دنبالش نمیرن، چون براشون خسته کننده است. 4. راه رفتن موقع فکر کردن. یه فکر ذهنت رو درگیر کرد و بی اختیار شروع میکنی تو اتاق قدم زدن. از بیرون شبیه کسایی میشی که دنبال کلید گم شدن، ولی در واقع مغزت داره داده هاشو مرتب میکنه. ریتم قدمات با ریتم فکرات هماهنگ میشه و بهت کمک میکنه تصمیم بگیری یا ایده پیدا کنی. به زبان ساده تو داری با پاهات فکر میکنی. دانشگاه استنفورد گفته راه رفتن جریان خون مغز رو تا 60% افزایش میده. یعنی داری با هر قدم سوخت فکری به خودت تزریق میکنی. خب، حالا نوبت بازی مغز با خلاقیته. 2 مورد بعدی نه فقط فکرتو، بلکه دنیای خیالی و حافظت رو بازی میگیرن. آماده‌ای ببینی مغزت وقتی رهاست چه کارهایی میکنه؟ 5. زل زدن به دیوار و غرق شدن در خیال. به نظر میاد داری وقت تلف میکنی، ولی در واقع مغزت در حال ساختن دنیاست. اون لحظه هایی که زل زدی به دیوار و هیچ صدایی نمیشنوی، ذهنت توی پشت صحنه فعاله، در حال شبیه سازی آینده، مرور تصمیم‌های گذشته و خلق ایده‌های جدیده. و خیلی از کشفیات بزرگ دقیقاً تو همین سکوت‌های بی هدف شکل گرفتن. 6. خاطراتی داری که هیچ وقت اتفاق نیفتادن. تا حالا چند بار شده که چیز رو به یاد آورده باشی که اصلاً اتفاق نیفتاده؟ به دوستت میگی یادت اون روز فلان حرفو زدی؟ دوستت با گیجی جواب میده من اصلا همچین چیزی نگفتم. نترس، اینجا مقصر حافظت نیست، خلاقیت مغزته. گاهی برای پر کردن جاهای خالی خودش داستان میسازه تا روایت زندگیت منسجم تر بشه. خارجی ها بهش میگن false memory، ولی من ترجیح میدم بگم خلاقیت بیش فعال. حافظه و تخیل از مسیرهای عصبی مشابه استفاده میکنن. واسه همین مرز بین واقعیت و داستان توی ذهنهای خلاق همیشه باریکه. یعنی حتی وقتی مغزت استراحت میکنم باز داره فیلمنامه مینویسه. حالا که فهمیدین عادتهای احمقانه در واقع نشونه یه ذهن فعاله، یه سوال میمونه: چطور میشه همین مغز خلاق و وادار کرد کارهای سختی رو انجام بده که هی ازشون تفره میره؟ جواب این سوال رو تو ویدیوی بعدی میگم، پس اصلا از دستش نده.